هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. شما خوب آگاهید که در ابتدای هر برنامه ما محتوای برنامه خودمون رو برنامه تلویزیون شرح میدیم که موضوعات گوناگونی هنری و فرهنگی و علمی و ادبی و اجتماعی اینا رو فرا میگیرد و همه موضوعهایی که در رابطه با آفرینندگی هستن اینجا منظور میگردن. و امروز با حضور استاد دولت عبیدالله برنده جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، کارگردان تئاتر اکادمی درامایی به نام استاد لاهوتی و هنرمندی مردمی تاجیکستان یک صحبتی میکنیم در اطراف تئاتر وطنی و نیازهای اجتماعی. باید یادآور شویم که هفته قبل سنه 14 تا 21 اپریل فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو دایر گردید و استادم در اونجا حضور داشتند. همه نمایشنامه‌های آزمونی رو تماشا کردند و با یک صحبتی که با استاد قبلا داشتیم سر همین موضوع تمرکز کردیم که در اطراف تئاتر وطنی و نیازهای اجتماعی صحبت میکنیم. تشکر اولتر از همه استاد که دعوت ما رو پذیرفتید و به این صحبت اومدید. استاد از همینجا شروع کنیم که حال هوای تئاتر امروزه ما چه خیلی است؟ شما که در اینجا کار میکنید، در این کارگاه هستید، دکانداری هم هستید، بفرمایید استاد. من اپتیمیستم. تئاترها مثل که روز آهسته آهسته شب میشد، با صبح کاذب میآید، با صبح میآید، با روز میشود. ولی تئاتر تاجیک مکتب هنری روسی را داریم که با همون ادبیات ما با تار و پود ما بسیار موافق است. چون که همون мысленные действия, словесные действия, физические действия, единые психофизические действия, که станиславский میگوید، همون بابای زردشت هم گفته است. اندیشه نیک، فکر اندیشه نیک، سخن نیک، گفتار نیک و کردار نیک، همون единый психофизический действия که است. یعنی که با این مکتب با تار و پود ما بسیار موافق است. بعد مکتب باطنگرا که هست، چون ادبیات ما بخصوص ادبیات تصوفی ما که بسیار باطنگرا است و رمز اندر رمز است، اینقدر رمز و تمثیل و زیاد است که همین مکتب موافق است برای ما. و در سالهای شوروی نمایش‌های بسیار عجایب و خوب تئاتر تاجیک سیمای خودش داشت. و سالهای 90 هم که یک جنبش‌های تئاتری سر شد، اهارون پیدا شد و چند تئاترهای دیگر پیدا شدند. یک تلاش‌های عجیبی بود. ولی در حال حاضر شرایط همین خلق شده است که هنرمندای، منظورم کارگردان‌های حرفه‌ای، قریب که نماندند. ما 2-3 نفری که مسکو و لنینگراد تحصیل کردیم مانده ایم، ولی در همین پرستویی که گذشت یگان کارگردان حرفه‌ای اشتراک نداشت و همین یک چیزی را نشان داد که بسیار کمبودی، بسیار بد است. وقتی که نمایش تحلیل میکند آدم، پیش از با هنرمند و خوردن، با رسام و با وی خوردن، وقتی کارگردان تحلیل میکند، اولین چیزی که معین باید سازد موضوع اثر است. همین موضوع اثر شما مثال میخونید، 100 بار میخونید، همین 100 بار در هر خواندن 3-4 موضوع قید میکنید، شاید 100 موضوع جمع شود و آهسته آهسته سر یک موضوع قرار میگیرید که مغز همون اثر است. همین موضوع معین کردن بسیار در کارگردانی حرفه‌ای اولین چیزی که معین می شود موضوع اثر درست معین کردن است. انا همین وقتی که موضوع معین کردید، گرد همین موضوع شما
یک رجوع ها میکنید، یک قصه ها میبافید، قصه ها میکابید، یک خط لیتماتیوی میکابید و میابید. خلاص همین موضوع را که میدانید شما چی است، هر یک نمایش بغیر از آن که مثلا حاضر در پرستو چی بود؟ از روی کاغذ گذراندن به صحنه بود، از روی سیناریو، از روی همون پیسه اثر رو همین خیلی سخنا رو ازبر کرده صحنه برآمده، یک میزانسن با نام میرفتن میآمدن. ولی اگر موضوع رو درست معین کنید، اون نادیدنی ها رو دیدنی کردن هنر است. شاید در فکر دراماتورگ این چیز نبود، ولی شما اونقدر چیزهای یافتید، نادیدنی ها رو دیدنی کردید در همون موضوعی که معین شده است. در اون صورت رژیسور می شود مؤلف نمایش، مؤلف نمایشنامه می شود دراماتورگ، مؤلف نمایش می شود کارگردان. انا همین چیز در پرستو کم دیده می شد. از روی کاغذ به صحنه گذراندن این هنر نیست و همین کمبودی رژیسورهای حرفه‌ای در تئاتر یک زنگوله بسیار ناخوش است که آینده چی می شود. البته تئاترها نمی میرن، تئاترها می شوند، پایان می روند، بالا می روند، ولی کارگردان حرفه‌ای باید باشد. در تاریخ کارگردانی اول رژیسور مؤلف بود در یونان قدیم، بعد این یک مدت همین خیلی بود، بعد رژیسوری هنرپیشه ها خودشون یک اثر انتخاب کرده و میکردن، رژیسوری هنرپیشه ها بود. از عصر 19 سر کرده رژیسور حرفه‌ای، کارگردانی حرفه‌ای شروع شد و اینک حاضر شاه همه تئاترها رژیسور است. به رژیسور حرفه‌ای تئاتر ما رشد نمی کند. شکل، اسلوب، همه استیل هایی که میگوییم، اون مثلا در تصوف کارگردانی تاجیک بغیر از اون که ادبیات اروپا رو دارند، ادبیات مثلا هند و چین باید داند، امریکا رو داند، ادبیات روس خیلی معلوم که باید دانیم، ولی ادبیات تاجیک، تاریخ تاجیک را باید خوب داند. وقتی ادبیات تصوفی، هر یک طریقت تصوفی ممکن که ده نمود فرم و شکل و اسلوب های به خود خاص دید. برای همین تاریخ دانستن کارگردان بسیار شرط است. تاریخ را ندانستن گناهی عظیم است. ادبیات کلاسیکی خودمان ندانستن بسیار گناه عظیم است برای کارگردان و برای تئاتر. برای همین من راستی در بعضی صحبت‌های همین تلویزیونی گفته بودم که بسیار خوب میشد که همین هنرپیشه‌هایی که همین دانشگاه خودمان تمام میکنن فرهنگ و هنر را، هنردارش به تئاتر که آمد حتما غایبانه در بخش فلسفه، فیلولوژی زبان، در پسیخولوژی تاریخ حتما غایبانه خوانند. وقتی که فیلولوژ هست، تاریخ شناس هست، زبان شناس هست، فیلسوف هست، پسیخولوژ هست، تحلیل اثرها خیلی دیگر خیلی صورت میگیرد. تحلیل اثر بسیار خوبتر می شود. در علم رژیسور ارکیتکتونیک اثر گفتنی یک علمی هست، اصطلاح هست، همین اصطلاحی هست که استخوان‌بندی اثر صحنوی را می آموزد. انا همین چیز رژیسورای حاضر یک دو بچه در همین ماجستراتور 3 کس خواندن، همین 3 نفر کم و بیش همین چیز حالی هم تاخیر نیه، کم و بیش یاد گرفتن، ولی اینا حالی کم است آخی. برای این خیلی پره از خود کردن در کار این چیزا. مثلا زندگی آدم خودش یک ارکیتکتونیکی معین، استخوان‌بندی معین دارد. در بطن مادر پیدا شدن، بعد تولد شدن،
این در بطن مادر بودن تربیه یافتن او چگونه می شود، بعد تولد شدن چگونه صورت می گیرد، کلان می شود، بعد عمرش به جایی می رسد و بعد می گذرد از دنیا. انا همین استخوان بندی ارکیتکتونی که رژیسورها می گذارن انا همین است و انا همین چیز در تمام اثرهای ادبی و تاریخی و هر فعالیت انسان جا دارد. این مغزی رژیسور حسابیده می شود. این ندانسته، این علم ندانسته خودفعالیتی راه یافته است در تئاتر. اما صمدی همین استاد ببخشید بسیار معذرت میخوام، همین مشکلاتی که حضور گفته در بخش رژیسور ما و کارگردانی و تهیه‌گری ما، همین نمیتونیم که ما در داخل تئاتر، مثلا در داخل تئاتر لاهوتی همین گونه یک نوع کورس‌های آموزشی یا بازآموزی را تشکیل کنیم که دیگر تئاترها مثلا یا که یک کورس سیار تشکیل کنیم که رود در تئاتر مضافات منطقه‌ها بخونه، بیه مثلا شما روید چند نفر رژیسورها یا که کارگردانای معروفی که مکتب هنری مثلا لنینگراد، مسکو و اینجا را گذاشتن، اونا روان همین اصول‌ها را و اصطلاح همین پیام‌های ایجادی، اصول‌های ایجادی و مکتب ایجادی را در اونجا درسیان رژیسورها و مثلا تیم نوی یا که نسل نوی رژیسورای ما را می شود. وزارت ما در همون مجلسی که در وقت پرستو بود همین گپا رو گفتیم و درباره خودفعالیت واردی پرستو، این فستیوال آزمون تئاترهای کسبی است ولی خودفعالیت اونجا چیکار میکند؟ ولی یعنی چیزای هوسکاری انمی خودفعالیت تئاتر کسبی موافقت نمی کند. مثل و نمون اندلی با نمون چیزایی که خودفعالیتی میکنند انمی خیر شد. حالا که مثلا بینید مولانا است و یک مولای عادی است. آخه مولای عادی یک چیزای عادی را میگوید ولی مولانا اون چیزی که یافت می نشود آنم آرزوست، انا همون چیز اثر همین گونه اثر است. در اون اثر هیچ کس اون چیز ندیده است ولی کارگردان انا همون چیزی که در آرزو و خیال بود از اون جا یافته اون دیدنی میکند، نادیدنی رو دیدنی کردن. در وزارت فرهنگ ما این گپا رو گفتیم و شاید این تصمیم ها را گیرند. در نزد تئاتر لاهوتی که تئاتر با قوت‌ترین ما است و دو کارگردان حرفه‌ای کار میکنیم اونجا و بهرام قربانزاده که همین ماجستراتور اینستیتوت تام کرد و در نزد پانکوف یک بار در تاشکند، دو بار در مسکو 2 هفته 3 هفته تجربه آموزی کرد، دوره آموزشی گذراند. خلاص نمایش تئاتر لاهوتی جایزه را گرفت برای اون که از لحاظ میزانسن، قانونهای میزانسن بهرام به هر حال میدانند بد نبود، روشنایی بد نبود، ولی دیگر تئاتر آخه همین رو هم نتونستن کرده. همه نشسته بازی میکنن. تئاتر در نزد میکروفون نمایشی بود که همین 3-4 کس نشسته صحبت کرده ایستادن که تئاتر جای عمل است. عمل سخنم باید عمل شود، فکرم عمل شود، رفتارم عمل است و یدین پسیخوفیزیکی دیستوی میگن. دیستوی ایشور از دیستوی میگن ستانیسلافسکی. عمل و بازم عمل. برای همین این فکرها بود که یک در نزد تئاتر لاهوتی همیخر یک لابراتوری تشکیل کنیم و این پیشنهادم شده است بارها و این باید عملی شود این کار. تشکر زیاد استاد. نکته که سری اون تمرکز کردیم و گفتیم همون مکتبی استانیسلافسکی است. مکتب استانیسلافسکی فرقش همین که تئاتر پرستاولینی است اونجا، تئاتر نمایشی است و اون چیزی که مثلا صحبت کردیم یک نمایش دادن هنر، حال معنای با عمق او رفتن یا که تئاتر پریژیوانی که اون مکتب استانیسلافسکی اومد، انا یعنی همون مغز یا که ماهیت یا که یادروی تئاتر همون
переживание است. یعنی هم تماشابین و هم بازیگر در یک جایگی اون تشویش ها و اون استرابات ها در یک جایگی تحمل میکنن و بازی میکنن و همین البته این مشکل است در شرایط ما شاید که اینا با همون مکتب ها و کورس ها و دوره های آموزشی که گذارن البته کارگردان ها و تهیه‌گرها این کار میکنن و میبینن لیکن به طور عمومی استاد سری اون نکته دیگر بیایم که اکن تا تشکیل شدن مثلا کورس ها و این چیزا میگذرده و میگذاریم که بعد 2 سال باز پرستو میشود انا چیکار کنیم که پرستوی می آمده نظر به پرستوی امساله از لحاظ موضوعی تماتیکی محتوایی مهمتر از همه غایوی و ملی نمایشنامه های بیان مثل سیاوش و مثل ضحاک و مثل اینا که اینا توانند که همون روحیه ملی رو روحیه قومی و ملی رو با تمام مثلا بود شدش انعکاس کنن تا که تماشابین با واقعیت همین مثلا درک نماک و در حالتی قرار داریم که همین همه چیزمون میرسد به غیر از همون روحیه قومیمون بالا رفتنی سطح روحیه قومی و که روحیه هویتی میگن نه بله سمت هویتی ما که تئاتر یا که ماشین تئاتری رو میسازد چیکار کنیم که همین پرستوی می آمدگی ما پرستوی شود که گفته های شما اقلا 20% یا 30% اجرا شون البته ما نمیتونیم که اون رو 50% یا که 70% اجرا کنیم احتمالیتی انجام یافتن 20% یا 30% اونها هست در همین 2 سال حتما برای این انمون لابراتوری که گفتیم همون کورس‌های آموزشی که کوتاه مدتی که گفتیم و سیاری که گفتیم مثلا تئاتر کلاب و دنغره و باختر و خاروق و مثلا خوجن رفته و یک لابراتوریی همین صرف حرفه‌ای که همین مکتب هنری را تلقین میکند و بعد در اساس یک متریال معین همون گرفته خوانده تحلیل کرده همینجا خودش با همون بچه ها خودش اون آماده کردن در کار 5 دقیقه 7 دقیقه تا 10 دقیقه یک صحنه را که چگونه باید که صورت گیرد این کارها را حتما کردن در کار بعد از خود اهل تئاتر و هنرپیشه‌ها بسیار وابسته است وقتی که اهل مطالعه شوند من بسیار میخواستم که خیلی سحر خیزند بعد دستورشتن نیم ساعت اگر حافظ خوانند 10 غزل حافظ خوانند بعد در کار یک چیز خوانند مثلا یک جا رفتن نشستن یک چیز خوانند بگاهی یک چیز خوانند پیش از خواب یک کتاب خوانند و با همون کتاب خوابشون برد همین خیلی تقسیم بندی نکنیم اگر فرصت نمیرسد برای فرا گرفتن البته برای همین تقسیم بندی همین گونه کردن در کار دانش مطالعه بسیار ضرور است وقتی که یک اثر همین دانشمندی کسب خود شوند اگر هنرمندا دانشمندی کسب خود شوند اونا فکرهای هرگونه میارن از این فکرها فکرهای دیگر پیدا می شود در مجموع اثرها به قوت می شوند من بسیار می خواستم که کارگردان ها اهل مطالعه باشند باید ولی هنرپیشه ها نیز اهل مطالعه باشند به دانش به مطالعه به مشاهده مهمتر از همه مشاهده این در کسب ما نبلودت الناس میگویند مشاهده کار بودن این شرط اول است ولی مطالعه کتاب حتما باید باشد به مطالعه به دانش کسب خود را از لحاظ علمی دانستن در کار یک میزانسن مثلا همین صحنه باشد اگر در همین جای صحنه همه جمع شود بازی کند غلط است باید که همین زلاتوی سیچنیا میگویند مرکزی همین گزارش همین زلاتوی سیچنیا باید که پوره رعایت شود ترازوی صحنه رعایت شود رساما اینا نظم میدانند ولی کارگردان حرفه‌ای نیز اینا نظم میداند اگر حرفه‌ای باشد اون نظم میداند برای همین در کسب خود در مذهب طریقت خامه نشان کفر است میگوید بابای حافظ و این طریقت را پیش گرفتیم این تئاتر را پیش گرفتیم در این جاده خان بودن اهل کافر شدن است آخی برای همین در مذهب طریقت خامه نشان کفر است
باید همین یکی از شعارهای اساسی باشد. باید برای همه تئاترها در همه جاده‌های علم و فرهنگ، در همه جاده‌ها باید که در علم هم باید که مثلا از تاریخ شناس یک مسئله تاریخی میپرسید و این خیلی میگوید، بعد یک تاریخ شناس دیگر میپرسید و تماما دیگر چه میگوید. سومش همه یک نواخت نیست، ولی از لحاظ لینگویستی اگر تاریخ آموزیم پهلوهای تماما دیگر چی کشاده میشود. با یک کتاب خواندن تاریخ فهمیده نمیشود. با زبیولا صفا رو 8 جلدش خواندن ادبیات شناس نمیشود آدم، ولی خواندن اون شرط است. باید فکر کردن یاد میگیرد. به هر حال تشکر استاد. یک صحبت خوبی اختصاصی هم که نباشد، به هر صورت یک صحبت خوبی جشنی کردیم، چون که در عرفه جشن دیگری فستیوال بین المللی نوروز قرار داریم و همه روزا اون آغاز می‌یابد و بعدی انجام اونم البته یک صحبت دیگری هم میکنیم. و به بینندگان عرض می‌داریم که با استاد دولت، برنده جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، کارگردانی مطرح ملی و هنرمندی خلقی تاجیکستان، حتما سلسله صحبت‌هایی میکنیم. موضوع تئاتر، هنری بازیگری و اینا رو حتما صحبت میکنیم در سلسله صحبت‌های آینده. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و فکر می‌کنم بیننده و مخصوصا نفرایی که با همین هنر سر کار دارن، با هنر تئاتری، با مکتب تئاتری و با بازیگری، اون نکته‌ها و اون اراده و اون پیشنهادایی که شما کردید اون را مد نظر قرار میدین و در پرستوی می آمدگی حتما یک برنامه‌های خوب جور میشوند که برنامه‌های میشوند که هدف‌های ما رو برآورده میکنن، نیازهای اجتماعی و نیازهای هنری ما رو برآورده میکنن. بار دیگر تشکر. رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.